چرا هزاران نیروی ویژه، امنیت ملی، قوای هوایی و پلیس از کابل دفاع نکرد؟ آیا اعلام حکومت نظامی جدی و عملی بود؟ آیا راهی بغیر از چیره شدن طالبان بر قلب افغانستان وجود داشت؟ مهمان گفتگوی ویژه این هفته من حسیب اردکبال، هبت الله علیزی، رئیس پیشین ستاد ارتش افغانستان است. هبت الله علیزی، رئیس پیشین ستاد ارتش افغانستان، ممنون که با ما هستید. آقای علیزی، بیایید که از روزهای سقوط نظام جمهوری افغانستان آغاز کنیم. پیش از ورود طالبان به شهر کابل، در لحظات اخیر چه تعداد نیروهای امنیتی در شهر کابل حضور داشتند؟ 2 ماه قبل از سقوط افغانستان تعداد نیروهای امنیتی ممکن در حدود چیز کم 3 لک بوده باشند و در روز سقوط نیروهای امنیتی که صرف در کابل موجود بودند، بخشی از قطعات خاص اردو بود، بخشی از قطعات خاص پلیس بودند، بخشی از قطعات خاص امنیت بودند، از قطعات سفردار هم بودند و یک تعداد نیروهایی که تعدادشان به 2-3 هزار تن می رسید هم از اون نیروهایی بودند که مربوط به اردوهای مختلف میشد که سقوط کرده بودند. اونها را ما جمع کردیم و در مرکز تعلیمی کابل که به نام KMTC مشهور بود تحت تعلیمات بیشتر اونها را قرار دادیم و هدف همی بود که باید از کابل 100% دفاع صورت بگیرد. پس چرا از کابل دفاع نکردیم؟ از کابل دفاع ما پلان دفاع کابل از 100% داشتیم، اطمینان هم داشتیم که از کابل دفاع میشه و وضعیت سیاسی هم همینطور بر ما اشاره میکرد که از کابل دفاع شده میتونه. 14 اگست ما یک گزارش برای صاحب جمهور که در اون جلسه‌ای که طرفای شام 14 اگست در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد و در جلسه رئیس صاحب جمهور و دکتر صاحب محب و ما شخصا در مجلس بودیم و از طرف جامعه بین المللی سفیر امریکا، قماندان 2 ستارهشان به نام ادمیرال پیتر ویزلی و رئیس استخبارات امریکا در کابل یا استیشن چیف، اینا موجود بودند در جلسه و تا حدی که ما فهمیدم برداشت ما از جلسه ای بود که اینا همشان با پلانی که ما ارائه کردیم خوش بودن و کدام سوالی که در رو یا تشویش داشته باشند بجز از یک سوالی که اینا از ما پرسان کردن که این پلانی که شما ساختین چقدر وقت برای تطبیق کار دارن و ما برشان واضح گفتیم که این امشب صورت گرفتن نمیتونه. یک آمادگی، یک حالت عاجل و اضطراری را در افغانستان نداشتیم، در حالتی که همه شهرهای بزرگ افغانستان سقوط شده بود. میتونیم بگوییم به گونه مثال قندهار را مثال بگوییم یا هرات را و یا مزار را. شما باز هم به زمان نیاز داشتیم. 100% متاسفانه که در وزارت دفاع پلانی وجود نداشت بر چنین حالت و ما هم در پوزیشنایی نبودیم که تصمیم گیر باشیم. مگر شما لویدریستیز بودین؟ بله، من لویدریستیز بودم. در وضعیتی آمدم که کندوز سقوط کرده بود، قلوردوی 217 سقوط کرده بود، حالت از اضطراری هم تیر شده بود، از کنترل بر آمده بود. قبل از ما رهبرای ما که در اونجا بودن، بزرگای ما که در اونجا بودن، همین موضوع را در نظر نداشتن. قبل از اون ما قماندان قوای خاص بودم. شما شاهد ازی بودین که ما در هر نقطه افغانستان نیروهای ما که قوای خاص بود و مربوط ما میشد زیر قمانده ما بودن و ما مسئولیت ازوا را داشتم. تا 4-5 روز قبل از سقوط اونا تا آخری مرمی را جنگ میکردن. وقتی که ما مسئولیت بزرگتری را بر عهده گرفتم که حتی ما موافق نبودم به گرفتن. پس چرا پذیرفتین؟ میتونستین نپذیرین؟ 3 بار کوشش کردم. تاریخ 10 اگست رئیس جمهور از دفترشان زنگ آمد که رئیس جمهور هم باید صحبت میکنه. برای ما گفته شد که خودت باید از لشکرگاه برای، چون من در لشکرگاه بودم، لشکرگاه وضعیتش خوب نبود، از لشکرگاه باید برای بیایی که شمال میری. من فکر کردم که بر من میگن که برون
حال وضعیت لشکرگاه یک کمک تحت کنترل آمده، شما برین به مزار شریف که اونجا وضعیت کنترل شد، چون نیروهای خاص مربوط ما میشد و همین یگانه نیروی مانده بود که حمله و تعرض میکردن. ما گفتم درست است، گفت نه، ما طوری برات میگم که اوجا بری قماندان قلوردو شوی دوباره. ما برشان گفتم رئیس، ما فعلا او علیزه که یک سال پیش در اونجا بود و تغییرات آورده میتونست و حاکمیت سر از وضعیت داشت، ولسوالی ها را ما گرفتیم از طالب، تصفیه کردیم، طالب تلفات زیاد دید، او وضعیت عالی نیست. شما برای کسی ضرورت دارین که اونجا روانش بکنین که قماندان قلوردویی که فعلا در اونجا است اونا را کمک بکنن، نیروهای امنیتی را کمک بکنن، حمایهشان بکنن. در صورتی که شما نمیتونستین برای کنترل اوضاع یک بخش کوچکتر نسبت به سرتاسر افغانستان حاکم باشین و بتونین که یک بخش کوچکی را از سقوط و یا از اوضاع بدتر جلوگیری بکنین، چطور مسئولیت بزرگی مثل لویی درستیزی را قبول کردین؟ مطلب ما این بود که وضعیتی که در شمال بود هم در وضعیتی نبود که یک سال پیش ما شمال ترک کردم که ما یک پستی سقوط شده نداشتیم. درست است؟ صرف شهر مزار شریف مانده بود، جوزجان سقوط کرده بود، سرپل سقوط کرده بود، سمنگان سقوط کرده بود، شهر مزار شریف و شهر میمنه مانده بود. ما برشان گفتم موثریت ما به این شکل که برم و دستی تغییرات در ساحه بیارم، این بسیار سخت است. نسبت به وی خوب خواد باشه که ما به صفت قماندان قلوردو برم و قماندان قلوردوی قوای خاص برم و قماندان قلوردوی که فعلا اوجا مسئولیت داره اونا را کمک بکنم. البته این بحث یک جزئی از موضوع بزرگ سقوط بوده، مگر ما برشان راستیش و حقیقتش برشان گفتم. بعد از او بر ما گفتن که خب خیر او ترکیه است، خودت باید بیایی لویی درستیز شوی. ما گفتم رئیس صاحب من نمیتونم این کارم. گفت ما برات پس زنگ میزنم. باز تقریبا نیم ساعت بعدش دکتر صاحب مایب زنگ زد، گفت که رئیس جمهور میگه که خودت باید لویی درستیز شوی و جنرال صاحب کی در جایت بیاید. ما برشان گفتم که ما لویی درستیزی نمیخوایم که لویی درستیز شوم، شما میتونین که جنرال صاحب سمی سادات چیز کنین، لویی درستیز بسازین. اگر میسازین پیش ما یک محاسبه موجود بود. در اردوی افغانستان دیگه چیزی باقی نمانده بود در 10 و 11 اگست که مسئولیتی از او را ما بگیرم. اینجا هم در این قمانده خلا آمد و هم در سطح بزرگترش که یک شکل تخیلی را هم داشت در او یک خلا آمد. وقتی که ما لویی درستیز شدم کندوز سقوط کرده بود، امو شو فرا سقوط کرد و این سقوط به شکل زنجیروی در حال اجرا شدن بود و این کنترل از وضعیت که هم نیروی خاص که قمانده مستقیم تا داشته باشه و در یک طور یک حالت بیایی که دیگه نیروها هیچ استاد نمیشوند و او دلایل بسیار زیادی را داره و این مربوط به 10 اگست و 11 اگست که من لویی درستیز بودم نمیشه، این مربوط به 20 سال گذشته میشه. این کلش باعث شد که این نیرو خسته شوه، مانده شوه، زله شوه، به رخصتی به خانه خود نروند، معاششان به وقت و زمان برشان نرسه، شهید و زخمیش در اون منطقه باقی بانه، اکمالات لوجستیکیشان شما سالها فرمانده بودین در ارتش افغانستان، فرمانده قلوردوی عملیات های خاص بودین، فرمانده قلوردوی شاهین بودین، رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی بودین. در این مدت چرا برای حل این مشکلات اقدامی نکردین؟ بسیار ناوقت بود که من رئیس اپراسیون شدم. ماه جنوری یا فبروری 2019 بود. ببینن ما در وقت رئیس اپراسیون نبودم که 1.5 لک سرباز بین المللی در افغانستان کمک ما میکرد. ما در وقت رئیس اپراسیون و یا قماندان قلوردوی قوای خاص، قماندان قلوردوی شمال و یا لویی درستیز نبودم که ما صدها بال طیاره امریکایی از ما حمایت میکرد. ما در حالتی قرار گرفتیم که از یک طرف 60,000 نیرو کمبود داشتیم تنها در اردو در سال 2019. تیم جدیدی که آمد که من هم یکی از او تیم بودم که به صفت رئیس اپراسیون ما در وظیفه داشتم. 60,000 کمبود آلریدی ما داشتیم. در حالی که ما کمبود نیرو داشتیم، بر بنیاد گزارش سیگر در صفوف نیروهای امنیتی سربازان خیالی هم داشتیم. سربازان خیالی مشکلش بعد از 2009 حل شد.
یک سیستم به وجود آمد 2019 ببخشید بعد از 2019 حل شد اون مشکل. ممکن پیش از او بوده باشه، از اون من مسئولیت ندارم چون من در حالت نبودم که بسیار معلومات کافی داشته باشم، مگر بودن ردم نمیکنم. شما از خلاهای سخن گفتین که در روزهای نزدیک به سقوط کابل وجود داشت. آیا کابل به طالبان تسلیم داده شد یا سپرده شد؟ به نظر من بله متاسفانه. ببینن اول خو سقوط کابل در 15 آگوست صورت نگرفته. ما میخواهیم که بر از این موضوع یک کمکی عمیق‌تر فکر شود. بزرگترین مشکل در افغانستان مشکل سیاسی بوده. مشکل سیاسی به این معنا که افغانستان فرد محور بوده، خصوصا در 20 سال گذشته. من درباره تاریخ چه گپ نمیزنم، صرف 20 سال گذشته را میگم. فرد محور بود، سر فرد حساب میشد. اگر افغانا بودن هم سر فرد حساب میکردن، فلانی خوب آدم است، فلانی بد آدم است، بدون از اینکه یک تحلیل خوبتر از او داشته باشه. اگر جامعه بین المللی بود، متاسفانه اینا هم فرد محور بودن در افغانستان، در سیاست افغانستان. فرد محوری دو مشکل دیگر را به وجود می آورد و یا آورده بود. یکیش بی اتفاقی. شما بر من دو رهبر نشان بتین که از اون صدق دل با هم شیشته باشند در مورد افغانستان در 20 سال گذشته صحبت کرده باشند که امی یک راه حل است، بیان که اقدام بکنید. آیا گزینش خودتان به عنوان رئیس ستاد ارتش و یا وظایف دیگری را که در نیروهای امنیتی داشتین برخواسته از فرد محوری در حکومت آقای غنی بود؟ شما این را از او پرسان بکنین، من درباره خود چی قضاوت بکنم برتان؟ ما شخصا اگر برتان بگم مثل کتاب بازواره هستم. شما میتونین کارهایی را که ما در ریاست اپراسیون کردیم هم تحت بررسی قرار بدین. ما تهدیدات کلش بررسی کردیم، تمامش با بخش‌های استخبارات شیشتیم، با امنیت ملی شیشتیم، با مرکز ملی نصرت شیشتیم. تمام تهدیدات را ما یک به یک تحلیل کردیم و آمادگی گرفتیم. در 10 ولایت آسیب پذیر عملیات عاجل آغاز کردیم. 16 سال ولسوالی مسیر راه حصارک شیرزاد بسته بود، بازش کردیم. ما میخوایم که بر شما معلومات بدم که باز آینده سوالای زیاد در این مورد باز بالا نشد. در اشخاص فرقی بوده. در 4 طرف کابل ما عملیات ها را برآن انداختیم، در کندوز عملیات برآن انداختیم. کماندانای کندکای کماندوی ما یک نفرش در دفتر خود پیدا کرده نمیتونستیم، لیواها را نمیتونستیم. ما کماندان قلوردوی کماندو مرا شما در دفتر پیدا اما متاسفانه نتونستین کابل از افتادن به دست طالبان نجات بدین. بحث برمیگردیم آقای علیزی. خیلی ها به این باور هستند که اشرف غنی کابل به برادرانش سپرد. ما برتان یک گپ میگم. ما را بانین که من این موضوع را برتان تشریح بکنم. در این شک نیست که کابل سپرده شده. ما در می گپ می آمدم. ما 90,000 92,000 شهید دادیم. درست است؟ ما این شهیدا را بر چی دادیم؟ سرباز مشکل نداشت. سرباز به قمنده ما خود هم میکشت و هم زخمی میساخت. صحیح است؟ ما به قمنده سرقماندان اعلی حین کارا میکردم. درست است؟ چون سیستم دموکراسی بود. بعد از او ریش سفید به نام ریش سفید، به نام مذاکره قصه شروع شد. رهبرای ما اگر رهبری مشخص نام بگیرن پیش از 2014 بود، رئیس جمهور پیش از 2014، کابینهشان و همه رهبرای سیاسی که با اونا در تماس بودن بعد از 2014، هر کسی که رئیس جمهور بود و کابینهشان و تمام مسئولین سیاست افغانستان، اینها اگر ما سوال معزیا همی است که یا باعث شدن سقوط شود، اینا پت و پنهان با طالب صحبت داشتن. ما به امید ازی هستم که یک روز یا خودشان جرأت پیدا کنن، این غیرت پیدا بکنن که بیاین بگوین که بله ما در دبی، در قطر، در دوحه، در نقاط مختلف ما هم بر ازیا کمپاین کردیم و هم با اینا ملاقات های پت و پنهان داشتیم. دوم موضوع، اگر رئیس جمهور آخری که بود فرار میکرد، چرا همین تصمیم در 2019 نگرفت؟ باید انتخابات صورت نمی گرفت. باید امو یک حکومت
موقت با وجود می آمد. اگر اینقدر شهید و زخمی میدادیم خب باید که همراه ما در پالو ایستاد میشد. برای جمهوری پیش از 2014 برمیگردیم. آقای علیزی، محمد اشرف غنی از کابل فرار کرد بر از این که فکر میکرد که مسئول نیست و احساس امنیت نمیکرد. اگر میمان شما و دیگر نیروهای افغان میتونستین که امنیتش را بگیرین؟ بازم تکرار میکنم، امنیت، تامین کردن امنیت رئیس جمهور بر ما اولویت داشت. اگر ما نیروهای امنیتی نمی بودیم همه ما شهید می شدیم، کشته می شدیم. بله باز دیگه در او حالت از ما کسی گله نمیکرد. ما هیچ وقت نمی ماندیم که جنگ در کابل داخل شد. ما جنگ در میدان وردگ اگر جنگ می شدم در موجه باید می شد. چی شد که همه این بخشایی را که شما نام گرفتین در یک شب سقوط کرد؟ مورال در یک حدی رسیده بود که بی‌باوری ایجاد شده بود. بی‌باوری به این معنا که وقتی که روز اول مذاکره با طالب شروع شد، مذاکراتی که در سطح تکتیکی اینا هم روش سفیدار روان میکردن و یا مایوس شده بودن که دیگه جنگ راه حل نیست و اینا از بی‌سوادی امو سربازایی که در اون ساحاتی که محلی بود استفاده کرده و از نفوذ محلی استفاده کرده این کار را شروع کردن. وقتی که طالب با اسماعیل خان، امیر صاحب اسماعیل خان در هرات برخورد کرد به او شکل، وقتی که طالب با بعضی از اشخاص در قندار ظاهرا برخورد کردن به او شکل، در نقاط مختلف این سقوط هم کمک کرد که این ساحات هم با مو مذاکره تسلیم داده شود که در او تسلیمی ها در بعضی نقاطش بعضی از بخش‌های امنیتی داخل بودن که این مذاکره را در اون سطح تکتیکی میشد که او هم امو سیاسیون محلی داخل بودن، میانجیگیر سیاسیون محلی بود و همچنان امو کسایی که از بخش ملکی بودن مگر زمامدارا در او ساحات بودن به صفت والی و معاون والی و شاروال و رئیس شورای ولایتی، اینا داخل بودن در این موضوع که سربازا را تحت تاثیر قرار میدادن. پس از فرار آقای غنی و ورود طالبان به کابل و یا مفاصله که بین همین رویداد بود، چی اتفاق افتاد؟ ساعتهای 2-3 دقیقه بود که رئیس وزیر صاحب دفاع به من زنگ زد. من در دفتر بودم. هستی دفتر هستی؟ من گفتم گفت یک بار اگر بیایی به می الفاظی که می سیست. رفتم دفترشان، در دفترش که داخل شدم اینا ایستاد بودن نزدیک میز خود و جنرال صاحب جاهد که یک وقت وزیر داخله بود اونها هم بودن، چند نفر از جنرال های حسین منصبا که یکی از وارث دفتر وزیر دفاع بود، جنرال صاحب ارغندی والون هم بودن. وزیر صاحب دفاع بر من گفت که رئیس جمهور فرار کرد. بسیار بار خطا بودن. من برشان گفتم که از این دروازه داخل شدن امیده با محاوره صورت گرفت. من برش گفتم که خیره که فرار کرد، کار ما شما را آسان ساخت، بیاین که حکومت نظامی را اعلام بکنه و من جدی گپ برشان گفتم. در این اثنا که ما صحبت میکردیم زنگ آمد من هم زنگ آمده بود چون من جواب نداده بودم، به وزیر صاحب دفاع زنگ آمد و تلفن فکر کنم یاورش برش آورد، چیز کردن گفت کرزی صاحب گپ میزنن. کرزی صاحب صحبت کردن در لاسپیکر بود، گفتن رئیس جمهور فرار کرد. خبر شدم. وزیر صاحب دفاع گفت بله همونطور ما هم حال خبر شدیم. گفت پس پلانتون چی است، فکرتون چی است؟ به وزیر صاحب دفاع گفت. او گفت چی فکر میکنی خودت رئیس صاحب تو چون اینا ارتباط داشتن؟ گفت فکر نمیکنی برای مرگ؟ این گپه که زدن چون ما خب پیش از این در فکر ما هم بود، خب رئیس جمهور قال رفته باید حکومت نظامی شود، این دیگه از کنترل ملکی ها برآمده. کرزی صاحب گفت که ما میرم میدان شما هم بیاین میدان، همونجا گپ میزنیم که چی باید کرد. خب تلفن که قطع شد وزیر صاحب دفاع را من گفتم وزیر صاحب حکومت نظامی به نفع ما است، حال دیگه وقتش است. اینا گفتن که بیاین خیر بریم میدان همونجا گپ میزنیم. اینا برآمدن از وزارت، من ماندم
من یک چند لحظه، چند دقیقه، ممکن نیم ساعت همونجا ماندم. چرا؟ ماندم که فکر کنم که از وزارت برآمدن به فایده ماست یا به تاوان ماست. ما به جنرال صاحب سمیع سادات زنگ زدم. من گفتم جنرال صاحب کجاستی؟ گفت من در میدان هستم. چی گپ است؟ از ما پرسیدم. من گفتم این تو رئیس جمهور رفته، منتها ور خطا نشین، میایم از نزدیک گپ میزنیم، ما شما برنامه خود باید سرش صحبت کنیم که چی میکنیم. وقتی که رفتیم با سوق اداره قطعات خاص ما در نزدیک میدان بود، شیشتیم، مجلس خود را دایر کردیم. در مجلس فیصله شد که حکومت نظامی را اعلان میکنیم. حکومت نظامی را اعلان میکنیم، مگر اول باید با امریکایی‌ها صحبت بکنیم. به خاطر ازی که این وضعیت بسیار شکننده است و اینا نیروهای اضافی را در کابل آوردن، چطور میتونیم که از این نیروهای از یا هم تا یک چند روز استفاده بکنیم تا ما انسجام خود به وجود بیاریم. جنرال در سوق ادارهش بود، برآمد در پیش روی ما. ما برش گفتم چرا حمایت نمیکنیم؟ گفت رئیس جمهور رفته، از رهبری دولت هیچ کس نمانده، شما با کی جنگ میکنین؟ ما گفتم مردم ما هست، سربازای ما هست، ما حکومت نظامی اعلان میکنیم. پلان ما ای است که حکومت نظامی را اعلان کردیم. بعد از او قیود شبگردی شام بود دیگه، ساعتهای 7-7:30 شام. پاسخ چی بود؟ قیود شبگردی را اعلان میکنیم و بعد از او بعضی تصفیه‌ای عملیات ها و گپا و انسجام تا آخر اگست که شما در اینجا هستین، ما خود جور میکنیم. پس دوباره این هم در یک حالت وارخطایی بود. متوجه هستین؟ این خودش در یک حالت وارخطایی بود و ما گفت که ما این کار کرده نمیتونیم، شما را حمایت کرده نمیتونیم. تو وسایت خود خواستیم، در وسایت که بالا شدیم، جنرال صاحب سمیع سادات سر جلو شیشت، یا دیگه دو سه جنرال صاحبایی که همراه ما بودن همراه ما در سیت پشت سر شیشتن. قراری بود که ما باید بریم به دارالمان، مگر اینا فیصله را طوری کردن که نه دارالمان نمیریم، میریم به میدان. از آقای وزیر بسم الله محمدی نپرسیدین که نتیجه گفتگویشان در میدان با حامد کرزی و رهبران دیگر چی بود؟ کرزی نرفته بود در میدان. حامد کرزی نرفته بود. فیصله شان طوری شده بود که احمد مسعود پنجشیر رفت. وزیر صاحب دفاع میخواست که بیرون برایه و بعضی از رهبرای دیگه به پاکستان رفته بودن که این پیش ما فعلا سوال است. میشه که این را از اونا پرسان کنین که شما چی فکر میکنین چرا به پاکستان رفته بودن؟ با وقت ضرورت است. در آینده انشالله تعالی که همون سوالا حل شوه، خامخا بازم بایتان شریک خود ساختیم. چرا همان وقت از این که آقای کرزی داخل ارگ شوند جلوگیری کردین؟ بسیار سوال خوب است. ما فکر میکردیم که آزموده را آزمودن خطا است. صحیح است؟ در سال 2001 وقتی که نیروهای بین المللی به افغانستان آمدن، با کانتینرهای پول آمدن، با امکانات وافر آمدن. وقتی که در رو حالت هم نه از لحاظ اقتصادی یک استراتژی و یک برنامه و یک دید درنمای داشتیم، نه از لحاظ سیاسی داشتیم و نه هم از لحاظ نظامی داشتیم. پس چطور شما فکر کرده میتونید که چنین شخص در اینطور یک حالت بحرانی یا افغانستان از این بحران بکشه و یا هم نیروهای باقی مانده که در کابل ماندن اینا را زنده به طالب تسلیم نمیکنه تا یک دیل خرابتر صورت بگیره. آقای کرزی این ادعای شما رد کردن. کاش که ما هم دروغگویی میبودیم مثل سیاسیون. دروغ در سیاسیون افغانستان به یک فرهنگ تبدیل شده. یادتان باشه امروز یک چیز میگن صبح دیگه چیز. اینا هیچ وقت کاش که ما میتونستیم امور را ثبت بکنیم. فکر نمیکنین اگر آقای کرزی داخل ارگ میشدن و چیزی که شما میگین قدرت به دست میگرفتن، حالا افغانستان در این وضعیت نمی بود؟ نه خیر. چرا؟ بسیار از این قدم فاجعه بار میشد. به طالب مشروعیت میگرفتن، نظام جمهوریت هم سقوط میدادن، حقوق زن هم مراعات نمیشد، حقوق بشر هم مراعات نمیشد و در حریم های شخصی اتباع افغانستان هم مداخله میشد و از این کده بدتر می بود حال
وضعیت. یعنی شما ببینین اگر یعنی شما طالب را با آقای کرزی ترجیح میدین؟ طالب در این طور یک حالت قرار داره که حداقل در می مقطع زمانی ممکن یک راه خوبتر پیدا شود نسبت به اینکه یک کسی به طالب مشروعیت میداد و باز هم امی کارا و امی مشکلاتی که فعلا در افغانستان است هم صورت میگرفت. گارانتی کرده نمیتونست. پس در همان شرایط بهترین گزینه کی بود؟ تا یک وقتی را نیروهای امنیتی باید تمام کنترل حمق خاکی که 5% بود 2% بود 1% بود میگرفتن. بعد از این که ساحه تحت کنترلشان میامد اینا میتونستن که زمینه را بر انتخابات مساعد کنند. حکومت نظامی اعلام میشد و شما رهبری نیروهای امنیتی را میداشتین؟ نیروهای امنیتی یک کمیته میداشت و در اون کمیته تصمیم گیرا می بودن که او تصمیم گیرا باید تدابیر خود می داشتن که در او تدابیر یکی آدرس باید حفظ می شد، 2 مذاکره با طالب مستقیم آغاز می شد. نمیشد همین حکومت نظامی را با آقای کرزی اعلام میکردن؟ نه خیر، چون اونا هیچ وقت در حمایت از نیروهای نظامی قرار نداشتن. فیصله ها و اونا مدت سرقماندان اعلی بودن؟ بله بودن، مگر اونا قماندانای خواه خاصی را که علیه دشمن عملیات میکردن بندی میکردن، جنرالایی که میخواست که قاطعانه برخورد بکنن، چون وظیفه عسکر برخورد قاطعانه است. اونا را رایشانه میگرفت، اونا را بندی میکرد، اونا را تهدید میکرد. مثال های بسیار زیادش است. جنرال علیزاده، در تاریخ کم اتفاق افتاده که یک جنرال از میدان جنگ فرار کنه؟ ما از افغانستان نمی‌آمدیم. اگر شما فرار میگین ما هجرت میگیم. هجرت از جهل صورت میگیره. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از مکه هجرت کرد به مدینه رفت. چرا؟ دیگه شرایط زندگی برش مساعد نبود تا یک چند وقتی. مگمی به این معنا نبود که او پس به مکه برگشت نکرد. ما به افغانستان خود که بر ما مانای مکه را داره 100% برگشت خواهد کردیم، مگر بعضی کارها و بعضی کارخانگی های را در این مقطع زمانی که در یک رول دیگه اگر بتانیم این را انجام بدیم 100% خواهد. آقای علیزاده، از نیروهای امنیتی چی خبر دارین؟ افغانستان نزدیک به 300,000 نیروهای امنیتی داشت متشکل از اردو، پلیس و امنیت ملی. اینا اکنون کجا هستند؟ با یک کتله عظیمشان در تماس هستیم. چی که در افغانستان هستن، کسی که در ایران رفتن، کسی که در ترکیه رفتن، در نقاط مختلف جهان جا بر جای شدن. از جنرال گرفته تا سرباز هم در تماس هستیم. یگانه کار، یگانه دستاوردی که بر فعلا داریم و همی است که ما با سربازای خود در شرایط زندگیشان چگونه است؟ بسیار خراب است. از لحاظ اقتصادی هم خراب است و از لحاظ امنیتی هم خراب است. هر روز اینا تهدید میشن، هر روز تارگت میشن. اینها تهدید میشن اما شما در امریکا در فضای مسئول و با امکانات زندگی میکنید. بیشک که یک حالت سخت آمده سر سربازای ما، مگر ما از این حالت مسئول اینجا به خاطر از این آمدیم که زندگی بکنیم، اینجا نامدیم که بر پاسپورت آمده باشیم. آمدیم که ما چی کاری را کرده میتونیم در آینده افغانستان و به چی شکل برگشت کرده میتونیم. به خاطر از این گپ میگم که بخوایی نخوایی کشور مثل افغانستان به ایجاد یک سیستم در سطح بین المللی به یک حمایت ضرورت داره که ممکن ما این کار از داخل افغانستان نمیتونستیم و سانسور میبودیم که حتی فعلا ژورنالیست گپ زده نمیتونه، یک جنرال چطور گپ زده میتونه. و شما اکنون در امریکا هستین که برای از این کار زمینه سازی کنید ان شاء الله. کشورهای همسایه مثل ایران، پاکستان در سقوط نظام جمهوری به دست طالبان نقش داشتن؟ ببینین وقتی که خود افغانان نقش داشتن هیچ کس در ما رحم نمیکنه. چه کسانی بیشتر در کار شما مداخله میکردن؟ مثل سیاسیون. کیا؟ شورای امنیت، خود رئیس جمهور. شما ببینین وقتی که شورای امنیت قماندان ولسوالی را تعیین میکنه، چطور در حالی که در کارتان مداخله میشد با این افراد کار کردین؟ مجبور بودیم کار بکنیم، ترک کردن نمیتونستیم. آقای علیزاده شما چند سال هستین؟ فکر میکنم 37 پورا کردم یک چند ماه پیش. 38م هست.
فکر کنم در جریان 4 سال شما به ریاست ستاد ارتش رسیدین. این همه ارتقا در این مدت کم چطور امکان داره؟ امکان داره، چرا امکان نداره؟ در دنیا بسیار جوانا بودن که در سن بسیار خرد حتی رئیس جمهور شدن. از 2005 به این طرف که ما در نیروهای امنیتی هستم، در پلیس کار کردیم، در امنیتی ملی کار کردیم، در اردو کار کردیم و نظر به لزوم دید در جای روان شدیم. پول ندادیم، پیسه ندادیم، واسطه هم نکردیم. شما با این همه امکاناتی که موجود بود، تنها اگر بگوییم که شمار زیادی از نیروهای امنیتی در کابل بودن و شما از کابل دفاع نکردین، چرا به پنجشیر نرفتین؟ صادقانه بگویم براتون، یک روز بعد از سقوط، 2 روز بعد، یعنی هفته یک است، تصمیم نهایی من می بود که من باید برم دیگه به طرف پنجشیر. همراه جناب احمد مسعود هم صحبت کردم، قرار شد که من باید برم اونجا. طیاره آمدن در میدان، مگر اشتباه ما می بود که در میدان طیاره را خواستیم. طیاره آمدن، هم اکمالات میکردن بر پنجشیر و هم ما باید همراهشان میرفتم که متاسفانه چون او کنترل از او ساحه مربوط نیروهای امریکایی میشد، طیاره را محاصره کردن، پیلوت ها را در طیارهای دیگه بالا کردن، از افغانستان خارج کردن، طیارهای ما به مو شکل ماندن. یک موضوع. دوم موضوع، تاریخ های 22 یا 23 اگست بود، دوباره صحبت کردیم با قماندانایی که در اون ساحه بودند. غیر از اینکه دوامدار همراهشان در تماس بودیم، چون همش افسرایی بود که همراه ما کار کردن، دوش همراه ما کار کردن. باز همراهشان تماس گرفتیم، باز اونا هم این ریسک نگرفتن و من هم ملامتشان نمیکنم. و بر من زمینه مساعد نبود که من از میدان برایم و در یک نقطه دیگه و یا به شکل دیگه خود در پنجشیر برسانم، چون 4 طرف میدان سخت محاصره بود و متاسفانه که شکل و قواره مطبوعاتی ما بر ما بسیار تاوان کرد. اگر نه 1000% ما پنجشیر میرفتم و در اونجا همراه رفیقا و اندیوالای خود یک جای میشدیم. حالا دیدگاهتان درباره جبهه مقاومت ملی چیست؟ جبهه مقاومت ملی اونا فکر خود دارن، برنامه خود دارن، مگر یک موضوع است که من ملامتشان به این خاطر نمی کنم که میگه وطن گاید به جنگ گاید. برخورد را که طالب برا انداخته، برخورد را که طالب میکنه با اتباع افغانستان، او برخورد به منافع ملی صدمه میزنه و مسئول از این که امروز جبهه مقاومت ایجاد شده و یا در یک نقطه یا در 2 نقطه هنوز بسیار زود است. بعضی مردم میگن که جبهه مقاومت در یک ولسوالی است، در یک ولایت است، مگر این را نمیگن که هنوز 1 سال شده. خب چرا جبهه مقاومت ملی را ملامت میکنید؟ جبهه مقاومت ملی در او شکلی که به او اندازه نیرویی را که در اونجا همراه خود بردن میشد که استفاده خوبتر در او اراضی از پیشش میکردن. جمع شدن از یک طرف به یک شکل عقب نشینی و از طرف دوم به شکل تهدید برای حاکمان امروز در افغانستان منجر به بعضی از خشونت‌ها، ایجاد خشونت‌ها علیه مردم عام هم شده. متوجه هستین؟ اگر در پنجشیر هر کاری صورت میگیره، یکی از دلایلش هم جبهه مقاومت است. به می اساس من میگم که اول گزینه ما باید صحبت باشه، مذاکره باشه و اگر بتانیم که مشکل افغانستان را به صحبت حل بکنیم، اگر این کار را بتانیم چیز ضرورت که خونریزی شود و اگر نشد، نتیجه نداد صحبت، تمام طرف ها با طالب روی یک میز ننشستن و این صحبت ها نتیجه نداد، باز خود جنگ کار آسان است. ما هم تا پالویشان استاد میشیم و تمام دیگر رفیقای ما که هستن اونا هم دعوت میکنیم. چرا هنوز صلح را به جنگ با طالبا اولویت میدین؟ شما چند نفر شهید از فامیلتان دادید؟ همه مردم افغانستان خانواده‌ام است. زیاد شهید دادیم نه؟ بله. نتیجه شهادت ما چی شده؟ خب شما میخواین با یک گروه صلح کنین که زمانی که بخش بزرگی از افغانستان زیر کنترل نیروهای امنیتی بود، زیر کنترل نظام جمهوری بود، به میز مذاکره با شما نامدن، اما اکنون که همه قدرت در دست این گروه است، شما توقع دارین که این گروه با شما مذاکره کنه؟ بله،
و اینجا یک فرق است. ما هم به او صداقتی که باید مذاکره میشد، بزرگای ما آماده از این مذاکره نبودن. من مثالایش برتان دادم. این تک از یک طرف نخسته، این از هر دو طرف بوده. فکر کنین طالب صلح نکرد و به میز مذاکره برنگشت. چگونه میتوان یک جبهه قوی و کلی در برابر طالب ایجاد کرد؟ سر از این موضوع من نمیخوایم حالا بپیچم، مگر از گپای در فکر ما است. وقتش بیا خدا نکنه. وقتش چه زمانی میرسه؟ طبعا صحبت کردن وقت میخواه، حوصله میخواه. وقتی که ما در خون ریختاندن بی حوصله نشدیم، باید در صحبت کردن به هیچ وقت بی حوصله نشویم. فکر نمیکنین اگر مشکلات همون دوره را همون موقع میگفتین شاید به این سرنوشت دچار نمیشدیم و نیاز است که حالا هم همین گپ‌ها را اکنون بگوین تا اوضاع بدتر از این؟ باور بکنین که در جایی که ضرور بود تا جایی که میرسید گفتیم، مگر راستش همی است که ما از خود کرده بسیار لیولای بزرگی داشتیم که اونا باید این گپا را میگفت. دوستتان، رفیق صمیمیتان، همکار پیشینتان آقای سمیع سادات که یک شب پیش از سقوط کابل به دست طالبان مسئول تامین امنیت کابل بودند، به تازگی، البته نمیشه به تازگی گفت، در حال ایجاد یک جبهه یا یک حرکتی در برابر طالبان هستند. ایده خودشان اعلام کردن، حتما شما هم خبر دارید. آیا با اینا همکاری میکنید؟ هنوز وقت است، باز این مورد دیگه دفعه ما صحبت میکنیم. خوب است. اگر نکنین چرا کمک نمیکنید همشون؟ این سوالم میمانیم برای آینده. خب شما نزدیک به 1 سال است که در امریکا زندگی میکنین، حتما دیدارهای با مقامهای امریکایی داشتید. چی فکر میکنین؟ چی خواهد شد آینده؟ مفکوره دنیا، خصوصا مفکوره امریکا هم همین است که مشکل افغانستان باید با صحبت و با مذاکره حل شود و افغانستان باید در اون منطقه، چون حقشان هم است، مردم افغانستان 45 سال قربانی دادن، در جنگ بودن، نیم قرن است. حال وقتش است که اینا از حالت برایان مذاکره با دائمی، مذاکره با طالب. بله، با گروهی که حتی به توافق نامه‌اش با ایالات متحده آمریکا پابند نیست. بله، گپ شما درست است، مگر به این معنا نیست که صحبت ادامه پیدا نکنه. چی نیازی داره طالب به که بشینه با شما مذاکره کنه؟ جغرافیا، خاک، مهمات، سلاح، همه چیز در دست طالب است. ضرورت داره. من خب براتون گفتم که اونا امروز مسئولیت دارن و جغرافیا 100% زیر کنترلشان نیست. در کجا نیست؟ در پنشیر زیر کنترلشان نیست، بغلان زیر کنترلشان نیست. در جاهایی که مردم زندگی میکنن طالب حاکمیت میکنه. جاهایی را که شما میگین پرچم طالب بلند است. داعش فعال است. در جایی که مردم زندگی میکنه داعش فعال است. کدام بخشا؟ و هنوز 1 سال شده، بسیار وقت است. 4 سال صبر کنین، 3 سال صبر کنین. اگر امی حالت باز ما میتونیم که به این نتیجه برسیم که بگوییم که طالب 100% خاک افغانستان از زیر کنترل داره. هنوز 1 سال هم نشده. شما اگر اینمی 1 ساله با بعد از 2001 مقایسه بکنین، 5 سال 2005 طالب پس ظهور کرد، اما فعلا 6 7 8 گروه مقاومتی در افغانستان فعالیت داره تحت عناوین و نام‌های مختلف. داعش فعالیت داره، القاعده فعالیت داره، شاخه های القاعده فعالیت داره. به این معنی که طالب کنترل نداره بالای از تمامشان، بالای تمامشان کنترل نداره. اگر به می منوال پیش برن و با ما هم مذاکره نکنن و یک جبهه بزرگتری در 1 سال 2 سال آینده علیه طالب باز شود و فعلا جوابگوی از همی گپی که بسیار تعداد کم هستن نیستن، با این طور یک جبهه چطور خواهد مقاومت بکنن؟ به این خاطر من امیدوار هستم که طالب عقل خود به جایش بیاره، اشتباهاتی را که ما کردیم، اشتباهاتی که از ما سر زده، او را باید تکرار نکنه. آقای علیزی، به عنوان پرسش آخر، شما هیبت الله علیزی را 10 سال بعد در کجا میبینید؟ برنامه داریم که به افغانستان یک سیستم خوبی را ایجاد بکنیم. هدف ما است که یک سیستم در افغانستان باشه که شمال هایی که
بر اثر تغییر اقلیمی، سیاسی و نظامی و اقتصادی در جهان و در منطقه میایه، این شمالک ها افغانستان از جای شور نتن تا که یک طوفان قوی تری که یک چیزی که از کنترل ما برآمده باشه صورت نگرفته باشه دیگه باید در افغانستان نظام سقوط نکنه. سیستم زیر رهبری شما، سیستم زیر رهبری یک گروه الیتی که واقعا به افغانستان صادق هستند، هم در میدان جنگ خود نشان دادن و هم باید در آینده در میدان سیاست خود نشان بدن. جنرال هبت الله علیزی، رئیس پیشین ستاد ارتش افغانستان، ممنون که با ما بودید. ممنونم.